فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظیم. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا. به کوه و جنگل و دشت و بیابان تویی پیداتر از پیدا خدایا. خدای قادر سبحان رو متشکر و سپاسگزاریم از اینکه این توفیق رو عنایت فرمود تا پس از طی مسافت تقریبا طولانی بتونیم در جمع بسیار گرم شما جوانان منطقه زورآباد و این روستا قرار بگیریم و از نزدیک با شما عزیزان ملاقات بکنیم. خدای عزوجل رو بر این من و فضل و احسانش قدردان و متشکر و سپاسگزارم. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس فرخنده و مبارک رو خدمت برادر بزرگوار و عزیز محترم ما شاهداماد آقای محسن رسولزاده، پدر بزرگوارشون آقای دلدار رسولزاده و خدمت خانواده محترم عروس خانم، خانواده آقای یعقوب خانی و همه دستاندرکاران، برگزار کنندگان، بستگان و خیشان و همه شما سرورانی که حضور دارید. و همین ابتدا هم عرض پوزش دارم از اینکه در خدمت اساتید به ویژه استاد بزرگوار همه ما جناب مولانا عبدالغفور حفظه الله این شاگرد الکن لب به سخن گشوده و گستاخی نموده و سایر علمایی که در مجلس حضور دارند. به هر حال به نظر من باید از چانه و چونه کم بکنیم و بر متاع و کالا و کیفیت او باید بپردازیم، چون که وقتم بسیار تنگ، گوشلاغر هم چند عروسی هست و قرار ساعت 12 انشاءالله اگر خدا بخواد اونجا برنامه ایجاد بکنم. وقت بسیار گذشت ولیکن به دو دلیل مجبورم صحبتم کوتاه بکنم. دلیل اول این که ما دیشب مجلس بسیار باشکوهی در روستای ممیزاب 3 تا عروسی بود، حدود 1.5 ساعت فکر کنم 1 ساعت و 45 دقیقه وقت خوب بود اونجا صحبت کردیم. گشت که واقعیت و اینو بگم که مجلس اصلی اینجا بود و دلیل آمدن من هم به منطقه فقط روستای پیر وحش و عروسی آقای رسولزاده بودن، ولی چون که بقیه عزیزان هم از مسافرت بنده به این منطقه متوجه و مطلع شده بودن، برنامه هاشون رو طوری برنامه ریزی کردن که بتونیم به همه عروسی ها برسیم. 3 تا در ممیزاب، 2 تا در گورخار، یکی اینجا و نمیدونم چند تا هم در گوشلاغره و امیدواریم که خدای متعال توفیق بده همه جوانهای ما بیدار بشن. جوانها واقعا در همه جا امروز الحمدلله عروسی های اسلامی با کیف و کان بسیار خاصی داره برگزار میشه و جوانها روی آوردن به مراسم عروسی های اسلامی و ارکس ها و ساز ابلیس ها داره انشاءالله تعطیل میشه، به ویژه در این منطقه که من صحبتی پیرامون این قضیه دیشب در ممیزاب خدمت دوستان ارائه کردم و گفتم اونجا هم که ما هفته گذشته شب جمعه در بندر عباس در حضور جوانان اون منطقه 23 عروسی اسلامی در یک جا برگزار کردیم، یعنی 23 تا داماد به ردیف، همینطور که آقای رسولزاده نشسته سمت راست و چپ منبر نشسته بودن، 46 خانواده و 46 طایفه در جا و دقیقاً قول دادن برای آخر اسفند ما قول گرفتن و وقت گرفتن 50 عروسی اسلامی انشالله برگزار کنند و این واقعا نقطه عطفی است در زندگی جوانان ما. امیدواریم که منطقه زورآباد و این منطقه بسیار سرسبز، منطقه‌ای که با معنی قرآن و با درس قرآن و درس حدیث سرسبز و شاداب شده، انشالله از این مراسم انشالله بهره مند گردن. یک صلوات غرایی ناد بفرمایید. بالاخره شانس شما جوونا گرفت که هم گلوم گرفته هست، هنجرم ناجوره، همین که وقت تنگه، وگرنه حال شما رو میگرفتم. واقعا دقایقی که در خدمت شما سروران هستم پیرامونه چه عواملی و چه دلایلی و چه اسبابی باعث آسایش و آرامش جامعه اسلامی میشه، چه مسائلی تضمین کننده و ضامن سلامتی روحی و روانی یک جامعه است. شما میدونید
جامعه سالم، جامعه بالنده، مبتنی برداشتن جوانهای توفنده و بالنده و بارز و خوب و صالح و نیکوکار هست. و جامعه ای که جوان سالم نداشته باشد، جامعه ای که از نیروی جوان توهی و آری باشد، این جامعه شبیه به یک جامعه جنگلی خواهد بود. جامعه ای که در اون انسانها احساس خودباوری، احساس بالندگی، احساس تعالی، احساس ترقی، احساس پیشرفت و احساس زنده بودن رو اصلا نمی کنه. و باز سوال اینجاست که چه کار بکنیم تا جوانان ما بتونن چون این نقش سازنده و مؤثری رو در جامعه سالم ایفا بکنه. امروز جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم باید بپذیریم که جامعه آشفته است، جامعه مملو از اضطرابات و استرس ها و نگرانی هاست. امروز در جامعه ما از بچه 2 ساله بگیر تا پیرمردی که اسرائیل صبح به صبح در خانهش زنگ میزنه که بیا سوار شو، عمرش از 80 گذشته، روی استرس و آرامش و روی آرامش و فلاح و رستگاری و آسایش رو نمیبینه. بچه 2 ساله رو بردن بیمارستان، میگه آقا این ایست قلبی داره، این ریه‌هاش از کار افتاده، رودش فلان شده. و پیرمرد 80 ساله رو برده اونجا، میگه سکته کرده به خاطر اینکه 50 تا گوسفندش از بین رفته. پس جامعه سالم نیست، جامعه مملو از نگرانی هاست. این نگرانی ها باید رفع بشه یا نه؟ آیا این نگرانی ها زایده چه مسئله است؟ از کجا اومدن؟ این درد بسیار بی‌درمان، این بلای خانمان سوز. ما وقتی تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم، صحابه بزرگوار رسول خدا از کوچکترین نگرانی برخوردار نبودن. پزشک میاد از جامعه یمن، 1 ماه کامل در مدینه منوره مکث میکنه، یه مریض بهش مراجعه نمیکنن. تعجب میکنه اینجا دیگه چه بشریتی است؟ این مردم اینجا دیگه چی ان؟ مثل زمانی که طالبان در افغانستان به شهادت رسیدن، در منطقه مزار شریف یک گورستان دست جمعی رو از طالبان پیدا کرده بودند. بعد از گذشت 2-3 سال تمام اجساد طالبان صحیح و سالم بود، هیچ کدوم از اینها کوچکترین پوسیدگی و خرابی در جنازهشون نبود. اینترنت نوشته بود، بعد اینترنت خودم دیدم نوشته بود با تیتر بزرگ: اجساد و طالبان لا یتعفن، اجساد طالبان و القاعده متعفن و بدبو نشدن. دلایلش رو نوشته بودن، چون که مسلمان نبودن. تحلیلگران آمریکایی گفته بودن اینها برگ هویج و اسفناج و چیچیک خوردن و اینها باعث شده که جنازه اینها سالم بمونه. این پزشکم همین رویه رو و همین ذهنیت رو داشت که اینها حتما یه چیزی میخورن که اینطور مریض نمیشن، کوچک و بزرگشون. بنابراین میان پیش یکی از صحابه میگه شما چتونه؟ چی شده شما رو؟ مریض نمیشید؟ ناراحتی ندارید؟ حتی یه سرماخوردگی، یه زکام؟ اون صحابی جواب داد که ای مرد، ما از داروخانه محمد رسول الله صلی الله علیه و از مکتب رسول الله گرفته هیچ بیماری روحی و روانی و جسمی سراغ اون نمیاد. و امروز این قضیه هست که ما را دچار مشکلات و استرس ها کرده. جوانها بدونید اونو، دنبال درمان باشید، درد رو تشخیص بدید و راحت میتونید درمان بکنید. برید پیش عقلا، برید پیش علما، برید پیش اذکیا، برید پیش صاحب نظران علم قرآن و تفسیر و حدیث، ببینید درد کجاست. پیش هر کس مشکل تو به خدا پول حل نمیکنه، مشکل تو مال حل نمیکنه، مشکل تو بنز الگانس حل نمیکنه، مشکل تو ویلا آپارتمان حل نمیکنه. بالاترین درصد ایستهای قلبی و مغزی مال کسانی است که بنز الگانس سوار میشن. یه لحظه که چکاش میخواد برگشت بخوره در جا سکته میکنن. من دیشبم گفتم کشور سوئد که بزرگترین و پیشرفته ترین کشور دنیاست، سال گذشته 30,000 نفر در 1 سال اقدام به خودکشی کردن. و آمریکا 75% مردمشون با قرص خوابشون نمیبره. پس اینها سبب آرامش نیست.
برید دنبال کسانی که شما رو راهنمایی کنن، وگرنه پیش این و اون رفتن شما رو تو چاله میندازه. یک لطیفه هست، چون که مجلس عروسی است نگید اعضا رفتیم ما، میگن این زمانی علامه رشید احمد، مفتی رشید احمد این قصه رو آورده، میگه زمانی یه بنده خدایی رفت رو درخت بزرگ نخل، اونجا رفت برای چیدن میوه، بعد هر چه زور زد که بیاد پایین نمیتونست. گفت چیکار کنم؟ صدا زد ها یا للمسلمین، مردم کمکم کنی به دادم برسید. گفتم بریم کمکش کنین. رفتن اونجا جمع شدن، بعد که به اصطلاح یه جوری این جوان رو بیارن پایین. هرچه فکر کردن عقلشون کاری راهی نداد، چون گفتن اگر ما هم بریم بالا مثل این جوان اونجا میمونیم، او رو هم ما نمیتونیم بیاریم پایین. گفتم بریم پیش کت خدای ده، بریم پیش رئیس شورا. البته به شوراهای اسلامی ما بر نخوره. این شورا از اون کسانی بود که تا اون روز 2 رکعت نماز اصلا نخونده بود. به اصطلاح از این شوراهایی بود که با پول، یه زمانی میگن این ملایی داشت یک جایی امامت میداد، بعد 3 تا هیئت منا داشت که اسمش موسی بود، که هارون بود، که پتیخان بود. بعد سر نماز که نماز میخوند تو آیه قرآن موسی و هارون هست. بعد رفیقا بقیه اومدن گفتن به اون پتیخان گفت مرده که اسم موسی و هارون این مولوی تو نماز میبره، تو چه کنده ای تربیم فروختی که اسم تو اصلا نمیبرسن. گفت جدا؟ گفت بیا فردا نماز صبح یک روز بیا بخون. هیئت منای مسجدی، حالا هیئت منای مساجد بیشتر کسانی که پول دارن، نه کسانی که علم دارن و نماز میخونن، اونا نیست. آمد میگه موسی فی کتب موسی و هارون، راست میگه. آمد بعد نماز یقش گفت مولا بی انصاف زکاتا رو که ما باید میدون بی انصاف. اگر یه قوچی هست تو مالای زکاتی دون مال منه. تمام این هندونه های من بیچاره نصف پالیزش تخماش دادن با تو میری اسم موسی و هارون میری، برو گمش، تو به درد من نمیخوری. گفت به خدا اسم اون دوتا تو قرآن آمده، اسم تو نیامده، من چیکار کنم؟ گفت تو به درد من نمیخوری، از اون اولم تو به درد من نمیخوری. چطور تو اسم اون دوتا آمده باشه اسم من نیامده؟ برو بیرون. هر چه زاری که امکان نداره. گفت این بنده خدا رو بیرون کرد. رفت یه مولای جدیدی گرفت، گفت به شرط این که اسم منو تو قرآن باشه. گفت خاطر جمع باشه. این رفت و تو نماز ایستاد، دستا رو بس، گفت کتب موسی و هارون و پتیخانه. بعد یه مولای پشت سر بود، صرفه کرد چی داری میخونی؟ این مولا از تو میرا گفت یا ایها المتنحنه لا تنحنح انه وعدنی 40 شاة نصف لی و نصف لک هذا قوم جاهلون. ای کسی که صرفه میکنی و جیغ جیغ میکنی، ساکت باش، خفه کن بگیر. این پتیخان 40 تا میش بزرگ به من قول داده، 20 مال تو 20 مال من، هیچ نگو. از قوم اینا هیچی نمیفهمن. حالا اون هیئت منا هم از اینها بود. آقایی که رو درخت گیر کرده بود رفتن پیشش، گفت بیا این مشکل رو حل کن، نمیدونی چیکار بکنیم. گفت چیه؟ گفت ها یک جوانی فلانی جان محمد رفته رو درخت نمیتونه بیاد پایین. گفت ای خاک تو سرتون، این که مشکلی نیست، این که قابل حله، این که خیلی راحته. گفت چیکار بکنیم؟ گفت یک تناب میگی بیار. یک تنابی آوردن بردن مولانا رشید احمد اینو میاره. مگه رفت اونجا، حالا این جلو، بعد مردم پشت سرش، آقای پتیخان جلو و مردم پشت سرش رفتن جای درخت. یه سر تناب محکم انداخت به دست مرده، گفت محکم بکن مرد اینو ببند. از این سیمای بوکسل بود که پاره نشه یه وقتی. بعد نهایت گفت چی میخوای درختو بکنی؟ گفت شما مربوط نیست، حرف نزنید دیگه، شما که علم ندارید، اینقدر عقلتون نمیکشه همین بچه رو بیارید پایین، چرا حرف میزنید؟ گفت محکم ببندی. گفت محکمه. گفت نه خوب محکم ببند، 2-3 دورش بده. بعد این سر تناب انداخت به دست 40 تا 50 تا از جوانای قوچاق. گفت حالا محکم بگیرید بکشید. اینو گفت چیکار بکنه؟ گفت شما مربوط نیست. اینو محکم کشیدم پایین، این جوونه نه تنها مرد که پرس شد. گفت خان چیکار کردی؟ گفت به خدا ما 40 تا جوان رو از چاه همینطوری کشیدیم بالا، این لابد عجلش در آمده مرده. حالا مشکل اینجاست که جوون که به مشکل برمیخوره پیش پتیخان میره که مشکلش رو حل کنه. نمیاد در مکتب قرآن، نمیاد در مکتب حدیث، نمیاد در مکتب اسلام مشکلش رو حل بکنه. جوون مسلمان، من فقط اومدم در این دقایق محدود خدا کنه بتونم حرفمو بهتون برسونم، و اون این که امروز در جامعه بشری فقط اگر 3 اهرم بزرگ باشه مشکلات جامعه بشری حله. 3 مشکل بزرگ حل بشه.
ما تو دنیا اسباب ناامنی، اسباب فساد، اسباب تباهی، اسباب بی‌بندوباری، اسباب بی‌حجابی، اسباب بی‌غیرتی، اسباب بی‌دینی، اسباب بی‌نمازی، اسبابی که انسان‌ها رو از راه خدا و از یاد خدا غافل می‌سازن در سه چیزه. یک، جامعه‌ای که راهی برای کنترل غرایز جنسی و شهوانی نداشته باشه، این یک. دو، جامعه‌ای که ضمن داشتن پلیس‌های راهنمایی و رانندگی و انتظامی و بسیج، پلیس نامرئی رو نداشته باشه. پلیس نامرئی با پلیس نامحسوس فرق میکنه. پلیس نامحسوس هم فقط با دوربینش میتونه مشخص بکنه طرف سرعتش چقدره. و سه، جامعه‌ای که عدالت، مهرورزی به معنای واقعی در اون جامعه نباشه، محال چنین جامعه‌ای بدون مشکل باشه. متوجه شدین انشالله؟ این سه مسئله جزء مسائل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه است. این صدای من مثل که راه افتاد شوخی شوخی، من گفتم این گرفته است، شما رو دید راه افتاد. یک صلوات نعت بفرمایید. جناب مجری بگیر هر زمان که وقتم تمام شد اینو تکون بده انشالله. اول راهی برای این که غرایز جنسی رو کنترل بکنه. دو، پلیس نامرئی ایجاد بشه. سه، عدالت به معنای واقعی در جامعه حکم فرما بشه. اون زمانه که مشکلات اقتصادی، چون که هر جوان 5 تا مشکل داره، کاش وقت می بود اینا رو باز می. 5 تا مشکل. یک، مشکل فکری و روحی و روانی. دو، مشکل مالی. سه، مشکلات جنسی. چهار، مشکلات اجتماعی. 5، مشکلات سیاسی. اینها مشکلاتی است که پیکره جوان جامعه ما رو آماج حملات قرار داده و تمام انرژی و نیروی او را در نطفه خفه کرده است. و برای اینکه این 5 مشکل رو رفع بشه 5 گروه باید احساس وظیفه کنند. برای مشکلات روحی و فکری علما باید بیان تو مجلس، علما باید بیان تو جمع، علما باید بیان تو جامعه ببینن مشکل جوان ما چیست، که امروز هرچی که از غرب میاد کعبه آمالشونه، هرچی از غرب میاد گویا از خدا داره صادر میشه. به قول یکی از بزرگان، بوش شده خدا و کاخ سفید هم شده کعبه مسلمونا. این واقعیت، ناراحت نشید. این مشکل باید حل بکنن که ای مسلمان زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آوران روزی که رفت. مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند. یک زمان خود را به دریا در فکن، تا روان رفته باز آید به تن. ای برادر جز به راه حق مرو، ناامید از رحمت عامی مشو. تو ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفی است. اینو به جوون ما بفهمونه، به جوون ما بگه که امروز جمعیت هلند از 1,000,000 جمعیت 900,000شون به طرف اسلام آمدن و مسلمان شدن. به جوون ما بگن که در اروپا در همین روزهای اخیر یه مسجدی با مساحت 19,000 متر مربع برای اسلام مسلمان ها ساخته شدن. به اونها بگن که در اسپانیا بهشت از دست رفته مسلمان ها بیش از 50 مدرسه اسلامی تأسیس شده و دروس اسلامی داره تدریس میشه. به جوونا بگن که در عراقی که ما داریم زندگی میکنیم، شب 28 ماه مبارک رمضان یه آقایی از عراق بهم زنگ زد، گیه میکرد به خدا، صحبت میکرد به زبان عربی، میگفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت به داد ما برس، نوارات اینجاست، بگو دفاع کن از حیثیت مسلمونا. گفتم چیه برادر عزیزم؟ تعداد از جوانا دور برم بود. گفت شما عکس یه خانم، فیلم یه خانومی که تو موبایلای بچه‌ها بلوتوث شده، اون خانمو لخت میکنن، لخت مادرزاد، و شروع میکنن به زدنش تا اینکه او رو تکه تکه میکنن. دیدیش؟ گفتم من ندیدم. جوانایی که دور برم بود گفت چرا هست، تو موبایل ما هست. گفتم چیه؟ گفت از جوانهای دور برت بپرس تعبیر اونها نسبت به این قضیه چیست. همه میگفتن بله این دختر زنا کرده، فاحشه کاری کرده و نهایتا اینو لخت کردن حکومت اسلامی عراق و اینو کشتن و از بین بردن. که ناگهان اون پسر پشت تلفن گریه کرد، گفت من پسر عموی اون دخترم، به والله قسم فاحشه کاری نکرده، اون بنده شیطان بوده، پدر و مادرش شمس و شیطان رو میپرستیده. این آمده وقتی کلام خدا رو دیده گفته لا اله الا الله
محمد رسول الله. مسلمان شده با قرآن که دل پردرد را دوا قرآن، جان مجروح را شفا قرآن. هرچه خواهی ز نص قرآن جو که بود گنج علمها قرآن. قرآن به دل فسرده جان می بخشد، از پرتو خود جان به جهان می بخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان می بخشد. که ناگهان پدر و مادر و قاضی دست در دست یکدیگر هم این دختر رو لخت می کنن، و هم تکه تکه و پاره پاره می کنن. گفت صداش حس شده، وگرنه صدای احد احد بلال از حلقوم این دختر به خدا بیرون آمده. یا رسول الله، اون دختر صدا کرده و عمرا و محمدا یا للمسلمین. همه چیزم از دست رفت، خاک بتا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را دیگر سرای. صلاح الدین نیست، ای خوشان مجذوبی و دل بردگی، آه زین دلگیری و افسردگی. آنچه تو با خویش کردی کس نکرد، روح پاک مصطفی آمد به درد. گفت فلانی تو رو خدا از حیثیت این دختر مسلمان دفاع کن. هر جا که رفتی بگو این دختر جرمش لا اله الا الله است، جرمش محبت به محمده، جرمش محبت به عایشه است، جرمش نمازشه که تمام دنیا مهر سکوت زدن که هیچ، بلکه تو موبایلاشون فکر میکنن دختر فاحشه است و سر و اندام این دختر رو تماشا میکنن. لا اله الا الله، پرچم عزیز ما زیر پای کافر شد. دشمنان همه خندان، دشمنان همه خندان. بیت قدس همی نالد، اشک و خون همی بارد. تا به کی به زنجیرم، وای ای مسلمانان، وای ای مسلمانان. همه چیز از دست دادیم. به جوانها بگید که امروز خانم مونیکا کلارک در هند، در کشورهای غرب مسلمان میشه و حاضر همه چیزشو بده ولی اسلام از دست نده. ولی امروز اسلامی که ما داریم چون که ارثی رسیده، چون که از پدر مادر به ارث بردیم، به اندازه تخمه های هندوانه هم بهش ارزش قائل نیستیم. واقعیت رو قبول بکنید. با یک گوسفند اسلام امروز به فروش میره تو بازارها، با یه متر پارچه، با همه چیز. این مشکل روحی و روانی است، این مشکل فکری است، این درد بزرگی است و اینجاست که آرامش ها گرفته شده از جوان ها. من بقیه مشکلات رو نمیخوام بگم، وقت تنگه. بنابراین علما موظفن، علمای اینجا الحمدلله زحمت کشیدن. بنابراین اهل قلم و اهل دانش، اهل سواد، فرهنگی ها موظفن بذر امید را در دل جوان ما غرس بکنن و بهش بفهمونن که مسلمان تو برتر زین و زان بودی، تو آن بودی که در عهد ملائک، در عهد پیامبر میخروشیدی. تو کسی بودی که فرشته ها با عمامه های سبز رنگ در بدر، در احد، در یرموک، در هر کجا به استقبال تو می آمد. چرا امروز اینطوری شدی؟ غرایز جنسی رو کنترل کردن و این با دین و ایمان فقط ممکنه، لا غیر. غرایز جنسی با هیچ چیزی دیگه قابل کنترل و قابل مهار نیست. خدا نکنه که آتش شهوت در وجود یه جوان شعله ور بشه، دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. پدر و خیر، مادر محال، برادر هرگز، جامعه غیر ممکن و محاله. فقط تنها چیزی که میتونه جلوشو بگیره ایمان به خداست، ایمان به ربه. این جوان ما آقای رسول زاده الان زمینه گناه براش کاملا مساعد بود.
دیشب میگن در چشم آزادم همچه مجلسی غیر از این مجلس بوده، مجلس غیر دینی بوده. ایشون هم میتونست این کارو بکنن، ایشون هم میتونست مراسم غیر اسلامی بگیره. اینقدر بهم زنگ زده که گوشیم نزدیک بود بسوزه واقعا. بندر عباس، جزیره کیش، هر کجا میرسیدم آقای رسول زاده چه میخوای؟ و بسیاری از جوانها خدا شاهده اینها عاشق من نیستن، ما کسی نیستیم، اینها عاشق خدا، عاشق دینند. کنترل غرایز یعنی زمینه فساد فراهم بودن ولیکن فساد نکردن. میگه در جوانی به خود گفتم شیر شیر است گرچه پیر بود، چون که پیر گشتم گفتم پیر پیر است گرچه شیر بود. اونی که پیر شده اگرچه که شیره پیره دیگه، اون دیگه زمینه فساد، استعداد گناه در اون مرده به 0 درجه رسیده. ولی این جوانها در چنین مراسمی میتونستن با ساز ابلیس امروز معصیت و گناه را به قول جناب مولانا این همه شراب رو در تربتجان تهیه بکنه و کردند. بسیاری از جاها ما رفتیم و دیدیم عروسی اسلامی حداقل اینها نیست. بالاخره این کنترل بزرگترین درس واقعا. کسی که در نقطه 0 زندگی خودش رو اینطور خودش رو کنترل بکنه که بیاد تو مسجد. من زمانی که میرفتم به نیکشهر تهران مراسم سخنرانی عروسی اسلامی برگزار بکنیم، رفتم تهران. بعد چون که پرواز با مقدار تأخیر داشت به سمت بندر عباس و چابهار، رفتیم خونه یک از دوستان. برگشتنیا یه ماشینی برامون دربست کرد. تو را که می آمدیم لباس ما رو دید، گفت که آقا شما بلوچستان میرید؟ گفتم بله. گفت بلوچید؟ گفتم نه، شما شنیدید بلوچن در بلوچستان، ولی ما بلوچ نیستیم ولی بلوچستان میریم. درسته. گفت برای چی میری؟ گفتم میخوام برم اونجا برای برگزاری مراسم اسلامی، عروسی اسلامی. گفت عروسی اسلامی دیگه چه صیغه‌ایه؟ این بنده خدا تا اون روز اصلا نشنیده بود، کما اینکه بسیار نشنیدن. گفتم عروسی اسلامی اینی که میرن تو مسجد جمع بشن تعدادی از جوانها، گفت ما تعزیه ما رو خجالت میکشید تو مسجد بگیریم چون کسی از جوونا نمیاد. شما چطور عروسیاتون رو تو مسجد میگیرید؟ خب بعد چیکار میکنید تو مسجد؟ گفتم ابتدای برنامه با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید برگزار میشه. گفت قرآن؟ ما سر تعزیه‌مون غیر روزه دیگه چیزی نمیخونیم واقعا. خیلی کمن کسانی که قرآن بخونن و میخونن قرآن رو. ولی شما سر عروسیاتون. گفت خب نقش تو چیه اونجا؟ تو برای چی میری؟ گفتم اتفاقا نقش اساسی و محوری مال منه. گفت کو سازت پس؟ بخدا کو ساز تنبوره؟ زبان دارم اینه. گفت چی داری میگی؟ یعنی باور کنید اگر 2 کلمه دیگه در مورد عروسی اسلامی نمیگفتم این بنده خدا سکته مغزی میکرد میمرد. گفتم عزیزم اگر پول داری وقت داری با هم بیا بریم، اگر نداری بعدن حتما برات نوارش میفرستم. گفت تو رو خدا حتما این کارو بکن. یه چیز عجیبی شنیدم برای بسیاری از جوونا همینه. بعضی هم به صورت طعنه میگن آقای رسول زاده تسلیت عرض میکنیم آخرین غمتون باشه. تو مسجد مگه تعزیه گرفتی؟ وا ویلا. من دیشب در ممیزابم گفتم، در همه جا این قصه رو میگم، این کارگزاری رو خدمت جناب مولانا هم گفتم دیشب که یکی از مناطق منو به عروسی اسلامی دعوت کرد. مرتب این جوان زنگ میزد تا اینکه بالاخره قبول کردم. گفتم چشم میام. فردا شبش زنگ زد که آقا نیا. گفتم چی شد عزیز من؟ تو که برنامه عروسی اسلامی داشتی. گفت جوونا دور من جمع شدن گفتم بابا ولش کن، یه بار میخوای تو عمر داماد بشی 100 بار که نمیتونی زن بگیری. شما خراسانی‌ها که اصلا نمیتونید 2 بار زن بگیری. یه بار میخوای داماد بشی، اون یه بارم میخوای بری مولوی بیاری و فلان بیاری مولودخانی بکنی. این چه وضعی؟ بیا بابا حالتو بکن، عشق کنیم. بالاخره شراب و کباب و رباب باشه، دور هم باشیم و چلیم و تریاک و چرس هیروئینی، به اصطلاح یه مقداری با همدیگر 6 میشیم. ما نمیفهمیدن که 7 هم میشن. بالاخره گفتم جوون این حرفا حرفه، ولی من یه چیز بخوام بهت بگم و اون این که تو فردا میخوای اساس و شاروده زندگی تو برسی، با معصیت و گناه یا با عبادت و طاعت خدا. اختیار با توست. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. دین اجبار نیست، اکراه نیست، زور نیست. میخوای با خدا و کلام الهی زندگی تو منور کن، نمیخوای با ابلیس و با شیطان و با اون یلری تلریایی که خودت میخوای. تلفن قطع کرد. البته گفت بیا.
گفت حرفا اونا رو گوش نمیکنم، حتما بیاید مولوی، به کسی دیگه قول ندید. گفتم چشم میام. فردا شبش به همون ساعت زنگ زد مولوی خیر شوی، گفتم بفرما. گفت آقا لطف کن به عروسی من نیا. گفتم چی شد؟ گفت بابا اینا منو ول نمیکنن. نیا دیگه، زور که نیست آقا، زوره. گفتم نه بابا کی گفته زور؟ خدا پدرتو بیامرزه. مقدار نصیحتش کردم، باز گفتم حالا چیزایی که اونجا گفتم نمیشه منتقل کرد همه رو. نهایتاً گفت نه به پدر اینها فلانیا رحمت ولش کن، بیا حتما بیا. گفتم باشه چشم میام. فردا شبش زنگ زد، باز این شما رو افتاده. گفتم چه خبره؟ گفت مولوی خیر شوی، رد بار ول کن، ماذا خدا نیا دیگه. مسخرهمون کردی نیا. یادم نیست دقیقاً 3 شب یا 4 شب همینطور مرتب این زنگ میزد بیانه. آخر ناراحت شدم، گفت تو مثل که به جای لوبیا حب بیانه یا خوردی ماشاءالله. گفت بالاخره آقا خلاصه دسترتون رو به در نیارم، قسمت به نیا شد. نرفتم. شب جمعه بود که عروسیشون بود. صبح جمعه باباش زنگ زد، فلانی. گفتم بله. گفت تو رو خدا بلند شو بیا. گفتم دیگه مسخره تو رو پسرت نیستم. که زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گلوش عقده کرده بود، هزاران غم گویا تو سینش داشت. گفت فلانی به عروسی بچم نیامدی، تو رو خدا به تعزیتش بیا. گفتم چی شده مگر؟ گفت بله امشب این دیشب اینجا ساز ابلیس میزده، شراب آمده، چندین لیتر اسم برد، همه سر کشیدن، جوانها مست و لاابالی شدن، به اصطلاح خودشون حرکت کردن، تو خیابونا تک چرخ بزنن، نمایش بدن، به اصطلاح جوانها پوز بدن، حال کنن، به رخ دیگران بکشن. بعد این راننده ها خورده بودن شراب، مست شده بودن. این راننده داماد و عروس ناگهان جهت خودش و سمت خودش رو ول میکنه، میره زیر تریلی، عروس داماد در جا کشته میشن. رفتم اونجا ولی نمیتونستم چه بگم. با خدا قسم اینقدر اشک میآمد که خدا این جوون دلش میخواست که عروسیشو اسلامی بگیره. این جوون اسبابشو فراهم کرده بود ولی گرگ ها نذاشتن، درنده ها نذاشتن، ابلیس ها نذاشتن. خدا خودت به حال این جوان رحم کن که عمر روز قیامت با جنازه تک تکه و شهید شدش بیاد و حمزه با جگر پاره پارش بیاد. از این بپرسن که تو در چه حالتی مردی؟ چه جوابی خواهد داشت؟ شراب خورده بودم، موسیقی آورده بودم، تیشه به ریشه اسلام زدم، جگر محمد خون کردم، به خدا عروسی اسلامی یعنی جگر رسول الله پاره پاره شدم. یعنی خنجر زدن به قلب عمری که برای تو گریه کرد. خودت هر چی که دوست داری. خنجر زدن به قلب مولانا محی الدینی که برای تو اینجا زحمت کشید. مولانا عبدالغفوری که جوانی خودشو با پای شما پیر کرد. به خدا عروسی غیر اسلامی یعنی این دیگه ترجمه دیگر نداره. پدر تو رفتی به حج، جوون تو رفتی به مسجد، تو روزه رمضان گرفتی، چطور دلت میاد با عروسی های غیر اسلامی به زندگی خودت و زندگی جامعه رو تباه بکنی و نهایتا منجر به اون مسائل بشه؟ و میشه کنترل غرایز جنسی و شهوانی و انفسی نفسانی، این خیلی مهمه و این با ایمانه، با ایمان به خدا، با ایمان به رب این مسائل پیش میاد. فضالت ابن عمیر از طرف کفار پول هنگفتی دریافت کرده که بره نقشه قتل رسول خدا رو پایریزی بکنه، پیامبر رو بکشه. یه دوست دختر داشت مثل بسیاری از جوانهای ما متاسفانه که امروز خیلی راحت به این قضایا ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست. خیلی مواظب باشید جوانها، خیلی مواظب باشید. گرگ ها زیادن، نام کار شیطان میکنند، نامش ولی گر ولی این است، لعنت بر ولی. به نام میاد، به نام همکلاسی میاد، به نام همکار میاد، به نام خواهر میاد، به نام نمیدونم دوست دختر دوست پسر میاد، زندگی انسان رو تباه میکنه. و پارک های امروز تبدیل شده به مقری برای دختران فراری و پسران قراری. دخترها فرار میکنن، پسران قرار میذارن، یالا دیگه. پدر و مادر باید توی آتش بسوزن، بی آبرویی، بی وجهی اجتماعی و این مسائل.
فضالت بن امیر همینطور بود. یه دوست دختر داشت، وقتی میخواد بره به طرف خانه بیت الله، چون که پیامبر خدا دور خانه خدا داشت طواف میکرد، دوست دخترش آمد گفت فضال کجا؟ گفت صحبت کردن با تو برام مقدور نیست، من باید اول محمد رو از سر راهم بردارم، من باید اول محمد رو بکشم، پول هنگفت برسم، بعد در طول عمرمان در آسایش و رفاه زندگی خواهیم کرد. فقط این کینه سینه منه، این فقط چراغ قرمزی تو قلب من، این آتش شعله ور کرده، باید بکشمش. به همین جا واستا تکون نخورد، 10 دقیقه بعد برمیگردم میاد. رفت اونجا، رسول خدا در مطاف کعبه بود و ایشون یه خنجری رو زهراگین و مسموم در زیر لباسش پنهان کرده. رفت نزدیک دور پیامبر خدا، که نزدیک پیامبر خدا که یا رسول الله ارادت دارم به دوست دارم، که ناگهان رسول خدا برگشت گفت کیف حالک یا فضاله، فضاله حالت چطوره؟ گفت انا بخیر و الحمدلله یا رسول الله، حالم خوبه، بسیار خوبم. پیامبر دست زد تو سینش، فضاله ترسید. پیامبر خدا گفت نترس، دست دعا کرد. پیامبر خدا دست به سینه، لب به دعا. دعای محمد شوخی نیست، زمین و زمان رو متحول میکنه. عمر شمشیر برداشته که محمد رو بکشه، خبر نداره که دیشب محمد براش دعا کرده که اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، خدای اسلام متوسط یکی از این دوتا عمر بن خطاب و ابو جهل عزت ببخش. عمر شمشیر برداشته، محمد براش دعا میکنه و ابتدا اسم عمر بن خطاب گرفته پیامبر. دعای رسول الله قبول شده، اون شمشیر به کف گرفته. پیامبر دست گذاشت تو سینه‌اش گفت اللهم یا مقلب القلوب والابصار، ای خدایی که قلوب بندگان بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، ای خدایی که قلوب بندگان بین دو تا انگشت بلا کیف توست، هر جوری که بخوای میگردونی. خدایا قلب فضاله رو از اهریمنها و دیوها پاک کن. فضاله میگه همین که دست رسول الله تو سینم افتاد، احساس خنکی عجیبی کردم، گویا بوی خدا از دست رسول خدا تراوش کرد، گویا که بوی جنت رو میدیدم. پیامبر میخواست دستشو برداره، دستشو فشار دادم، یا رسول الله تو رو خدا یه 2 دقیقه دیگه نگهدار. پیامبر زور میزد دستشو برداره. فضاله گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک یا محمد رسول الله. و مسلمان میشه، همونجا مسلمان میشه. کاری اینجا نداریم. برمیگرده از مطاف بیرون، دختره سر چهارراه منتظرشه. 10 دقیقه بعد همین که نزدیک میشه میگه فضاله، چهرهشو برمیگردونه میگه برو گم شو. اسلام و محبت به خدا حتی صحبت کردن با تو رو برام ممنوع کرده. یه دقیقه از مسلمان شده جوون، من و تو 27 ساله که مسلمانیم، 60 ساله که مسلمانیم. اون یه دقیقه مسلمان شده اینقدر متحول میشه که همه چیزو میخواد دور بکنه، حتی حاضر نیست با دوستش که قرار قبلی گذاشته باش صحبت بکنه. ولی امروز چو کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی. تکون بخوری جوانه بیل جلوتر، جزاکم الله. یک صلوات نبی بفرمایید. دوستانی که ماشین دارن تو مسیر میرن، از اینجا تا گوشلاغر چقدر راهه تقریبا؟ ماشاءالله. با جت اگر بریم شاید اونطور که ما بچه این منطقه یک مقداری میدونیم دیگه، یک چیزی بگیم مولوی عظیمی میگه 2 ساعت، شما میگه 7-8 دقیقه. خیلی اختلاف فاحشه. یا انسان معتدل تری بگه حداقل. چون من 12 اونجا برنامه دارم. امیدواریم بالاخره برسیم اونجا، چون که اونجا هم تعداد از جوانان منتظرم دارن. ان شاء الله دو اونجا برسم. بالاخره امیدواریم که انشالله خدای متعال بر این جمع و بر این اجتماعات ما بیفزاید. بس اینجاست که اون 1 دقیقه مسلمان شده، قدر اسلامشو اینقدر میدونه، قدر محبت خودشو به محمد رسول الله اینقدر پاس میداره که مبادا کوچکترین لکه‌ای و نقشه‌ای روش بیفته. ولی امروز ما چی؟ به مکه میریم،
به خانه خدا میریم، به مسجد میایم، مار میخوریم تازه افعی میشیم، تازه یاد میگیریم چطور سر مردم کلاه بذاریم، یاد میگیریم تازه چطور مردم رو فریب بدیم، یاد میگیریم چطور دیگران رو خدعه بکنیم، سر مردم کلاه بذاریم. این مسائل تازه. و فکر میکنیم اسلام فقط نماز خوندن. نه، من غشنا فلیس منا. من بارها گفتم که از عزیزان صحبت میکرد، توی این بنگاه ها، توی این نمیدونم کشاورزی ها، همه جا امروز دروغ آمده. اشهد بالله طرف قسم میخوره برای 1000 تومانی که مالشو بیشتر بفروشه. خدا شاهده. علما میگن کسی به دروغ بگه خدا شاهده، میدونه دروغه، قسم دروغ و خدا رو شاهد میگیره، خطره کافر شدن رو داره. شوخی نیست این مسائل، به سر زمان خطره. البته نمیگم که، چون که یعنی خدا شاهده و ما داریم به خدا دروغ میگیم. و روز قیامت در میدان محشر 3 تا شاهد داریم، 3 تا گواه بزرگ. خدا نجات بده خودت. بینات، گواهان و شواهد. بعضی علما میگن 3 تا، بعضی علما میگن 4 تا، 4 نوع شاهد. شاهد اول اعمال انسان، اعمال من مجسم میشن، نامه اعمال. وقتی میگه زنا نکردم، زنا خودش جسم میگیره، میگه دروغ میگه یا الله این کارو کرده. و حتی در روایت میاد روزه ها، نمازها تجسم میگیرن. هنگامی که با پل صراط قرار میگیره میخواد رد بشه و نمیتونه، که ناگهان نماز میاد سواریش میشه، میگه یا الله این منو ضایع نکرده، تو هم امروز اینو ضایع نکن. روزه میاد، زکات میاد، و از اون طرف فواحش میاد، غیبت میاد، دروغ میاد، تهمت میاد، مسخره و تمسخر و استهزاء و طعنه میاد، عروسی‌های غیر اسلامی میان، شراب و هیروئین و گرد و کوکائین و مورفین و چرس و بنگ میاد. همه میاد اونجا گواهی میدن بر علیه این جوان. این کار میکنه، میگه خدایا دروغه، من این کارو نکردم. گروه دوم بیاد، و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. فرشته ها بیان، شما که بودید، شما که اسکورت محافظش بودین، شما که سرباز بودین و مرخصی بودین، شما که همواره باهاش بودین، تو خلوت، تو جلوت، تو تاریکی، تو ظلمت و روشنایی. فرشته سمت راست میگه خدا این کار رو کرده، فرشته سمت چپ میگه خدا اینها هم دروغ میگن. بله، ان الانسان لظلوم کفار. کذاب، انسانی که دروغگوه، فکر میکنه میدان محشر هم روزشه، که ناگهان گروه سوم خدا میگه بیارید، و اونها ناگهان دست به سخن در میاد، زبان به سخن در میاد، گوش به سخن در میاد، چشم به سخن در میاد. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. دست و گوش و چشم و پا و اعضا و جوارح. چشم میگه خدا با من به طرف نامحرم نگاه کرد، کلام خدا رو ندید. گوش میگه خدا این همیشه شکیدا و هایدا و همیرا و کیک گوش میداد. زبون میگه خدا این غیبت و تهمت و تمسخر و دروغ میگفت. دست میگفت خدا این دست زده به فلان نامحرم. پا میگه، قلب حتی و تصور به سخن در میان. قالوا لما شهدتم علینا. چرا بیچاره ها بر علیه خودتون و بر علیه من دارید گواهی میدید؟ مگر خبر ندارید الان خودتون باید بسوزید؟ این کلام خداست، من دارم ترجمه میکنم. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ما رو اون خدایی به صدا در آورده و به زبان در آورده و به نطق و بیان که هر چیز رو قادر به سخن در بیاره. اون خدایی که بی پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند، مرده 100 ساله را حی میکند. این بجز حق دیگری کی میکند؟ صانعی کستین سلاطین میکند، نجم را رجم شیاطین میکند. اون خداست، او سلطان هر چه خواهد آن کند، عالمی را در دمی ویران کند. خدایی کارو کرده. 200,000 نفر رو در یک جا توسط سونامی که در سریلانکا و اقیانوس هند و بانکوک و تایلند 200,000 نفر رو از بین برد. اون خدا. لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. که ناگهان این جوان میگه نه خدا، این هم دروغ میگن، این هم پارتی بازی شده دروغ میگن. گروه چهارم و آخرین گروه بیا. کیه؟ ناگهان بلند میشه محمد رسول الله.
اليوم جئنا من كل امة بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. قرآنه. یا رسول الله تو رو گواه بر همه امت، تو بیا بگو چه خبره. که اینجاست که رسول الله لب به سخن میگشاید. خدا این جوان ظلم کرده به حق من، این جوان جنایت کرده، این جوان چشم چرانی کرده. آیا همه رو تکذیب کردی؟ میتونی بگی خدا محمدم دروغ میگه؟ اینو دیگه نمیتونی، چون که محمد صادق و صدوق الامین. مشرکین میگن ما جربنا علیه کذبا. کسی که مشرک و کافر دروغ را بر او تجربه نکرده. شاهد آخری است، میاد شهادت میده از اعمال ما، از رفتار ما. خدا خبرش میکنه و اونجا از قرآن ثابته. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یکی از شکایت هایی که در قرآن ذکر شده که رسول الله اونجا میگه یا الله این قوم من قرآن رو ترک کردن، مردم عقب شید و شر و شور گرفتن، دنبال نی و توتک و تنبور گرفتن، آیین زلالت همه دستور گرفتن، قرآن خدا را همه مهجور گرفتن. ای آیت حق بی خبران را خبری کن. هر فرد پرستار طبیعت شده امروز، مردم همه بیرون ز شریعت شده امروز، اسلام گرفتار مذلت شده امروز. صدق است که بدبختی امت شده امروز، بر رغم عدو بهر خدا بال و پری کن. نام خود کردیم مسلمان، کو مسلمانی کجاست؟ ای مسلمانان نگویید بنده خاصی ما، نه صلات و نه زکات و نه صیام و نه قیام. من نمیدانم خدایا این چه اشخاصی ما. سر خودمون کلاه نذاریم، سر خودمون کلاه نذاریم. اونجا پیامبر بیاد شکایت میکنه. شاکی آخری و شاهد آخری رسول خداست که الله اینها قرآن رو نابود کردن، اینها قرآن رو محجور کردن، اینها قرآن رو ترک کردن، اینها به طرف فواحش رفتن. ما ظهر منها و ما بطن. اولین راهش اینه که انسان باید غرایز جنسی خودشو کنترل بکنه توسط ایمان. دو، پلیس نامرئی. امروز سازمان‌های پیشرفته دنیا علیرغم پیشرفت بسیار چشمگیری در عرصه صنعت و تکنولوژی و در عرصه علم و طبابت و پزشکی و پژوهش و دانش هنوز نتونستن پلیس‌های نامرئی رو ایجاد بکنن که در همه حال اعمال و رفتار و بالاخره کردار رو بر حیث و بر حسب ضوابط یک کشور کنترل بکنن. تونستن؟ آمریکا که پدر دنیاست نکرده این کارو، ولی قرآن این کارو کرده، اسلام این کارو کرده 1400 سال قبل که دوربین مخفی و پلیس نامحسوس و نمیدونم بسی و سپاه هیچی نبود. قرآن این کارو کرده. تابلوهای ایستی رو بر سر چهارراه‌های عمر انسان‌ها به دست پلیس‌های نامرئی گذاشته که وقتی به سر چهارراه چراغ قرمزی روشن میکنه، از چراغ قرمز رد بشی دیگه اونجا جریمه رو نمی‌نویسن تو قبضا، جریمه رو تو قبض دائمی می‌نویسه که لا یمحا ولا یبدل. نه پاره میشه، نه کهنه میشه، نه فرسوده میشه و نه کامپیوتر خدا اشتباه میکنه. الله اکبر. مواظب باشید این چراغ قرمزها طبیعی نشه. جوون راننده‌ای که برای اول میخواد از چراغ قرمز رد بشه دست پاش میلرزه، پلیس جریمه کنه. خدا نکنه که چند بار تکچرخ زد و رد شد و خیره شد به رانندگیش دیگه محال این منضبط و قانونی بشه. و خدا نکنه جوانی که در عرصه دین و قرآن و ایمان چراغ قرمزها رو توجه نکنه، تکچرخ بزنه و رد بشه، بره بگه خنده بکنه قه 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 قه، فلانی نماز خوند بیدین شد، فلانی نماز خوند به تله افتاد، فلانی نماز خوند دست پا شکست. من که جوونم خوشگلم ریشم و قشنگ پروفسور میزنم، کپ میزنم، آلمانی میزنم، هر جنایتی که دارم میخواد میکنم، هیچیم نشده که هیچ روز بروز پولدارتر میشم. تو کنه ای آقا، انگلی میخواد خونو بمکی پر بشی یک جا منفجر بشی. خدا به اید وقت داده، خدای متعال به اید امهلهم رویدا وقت میده، مهلت میده. ان الله لا یمهل للظالم
خدای برای ظالم مهلت میده چندین بار، ولی چراغ قرمز رو روشن میکنه که جوان مواظب باش، برگرد، گول و فریب اینها رو نخور. یه بار تصادف کردی، اون چراغ قرمز خداست روشن کرده که جوان مواظب باش. میخواستی چپ کنی، بعد آمدی خونه کراتو کج گذاشتی، بابا رانندگیم خداییش پایه یک بود، اگرچه که پایه دو به من دادن، اگر اینطور فرمان نمی‌پیچیدم کلاژ و دنده رو نمیگرفتم ریلکس بازی در نمیاردم، هر 5 تا افتادم تو پل. بیچاره دروغ به خدا. اونجا اسرائیل و شاید فرشته خدا آمده یه لحظه چراغ قرمز رو روشن کرده، فرمان پیچونده که مواظب باشی، اگر 1 سانتی متر میرفتی افتاده بودی. آقا طرف میاد، رفتم بیمارستان با جناب مولوی یوسفی به دیدن یکی از جوانهای منطقه خود ما و مقتدیا که دیشب در مجلس ممیزابشون بود. میاد با موتور میزنه به ماشین، پرت میشه اون بر باند جاده، میخوره به لاستیک بزرگ تریلی. 1 سانت میرفت اون طرف، پرس شده بود، فقط میخوره به بغل لاستیک میفته این بر. رفتم گفتم نگاه کن این چراغ قرمز بود، مواظب باش، اگر 1 سانتی متر دیگه خدا میبرده تمام بود. ولی تو فکر کردی که چی؟ نه بال منه. اون زمانی که تو بستر بیماری افتادی تو بیمارستان قائم، اون پرستارا که دور برات میچرخید، اونا پرستار نبودن، اونها فرشته ها و اون چراغ قرمزهای خدا بود که الان میتونستن نفستو بگیرن، ولی گذاشتن تا خودت بفهمی. ولی چه فایده؟ چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. وقتی مشکلات روش فشار میاد، یه نظرایی میکنه ماشاءالله که فقط میگه خدا رو میخواد در یک لحظه تمام دنیا رو آباد بکنه. خدا همین امسال کشتار خوب بده، هندوانه خوب بده، با این تخماش تمام دنیا رو بذر دین میکنم. فقط هندوانه خوب بده. آمده توی منطقه ماشاءالله اندازه‌ای که ما تو مشهد ریگ داریم و صحرا داریم و نمیدونم ماشین داریم و آدم داریم، شما هندوانه فقط تخمی داشتید ماشاءالله، خوردنیازی که زدید روش سبیل. هی بی انصافا. میگه آقایی رفت رو درخت خرما، خوب رفت بالا، همون درخت خرمای اونوری خوب که رفت بالا، یهو زمین واویلا چقدر از زمین فاصله گرفتم، درخت خرما خیلی بلنده، به عشق شیرینیاش رفت بالا، یهو زمین نگاه کرد، گفت چطور برگردم؟ گفت خدایا مگر نذر کنم فایده نه. گفت خدایا اگر منو به سلامتی به زمین رسوندی، 6 من تخم هندوانه تخمی در راه تو خیرات، هم پایین برسم به خدا. 6 من هندوانه تخمی از مردم پیروش نبود، همین نزدیکی ها دیگه بود. آمد پایین، 1-2 متر آمد پایین، زمین رو نگاه کرد به 6 من و قیمت تخم هندوانه کیلو چقدره؟ شما که میدونید دیگه، جناب مولوی شما بگید خجالت میکشه. 1700 ماشاءالله خیلی میشه، خیلی زیاده واقعا. 6 من 18 کیلو یا بیشتر از این مقدار آمد پایین. گفت خدایا 6 من که خیلی، هم 4 منم بدم بسط نیست مگر؟ آمد پایین‌تر و پایین‌تر، مقدار خوب پایین‌تر شد. گفت خدایا 4 منم بزنم خیلی، اصول دین 3 تاست، هم 3 تا میدم. آمد پایین‌تر و پایین‌تر، بعد گفت که تو دنیا اصول دین مهم نیست، خدا یکی و محمدم 2 تا، هم 2 من بدم بسش. خوب آمد پایین‌تر دیگه، پاش به زمین میرسید. گفت اصلا خدایا مگر تو به تخم هندوانه نیاز داری؟ پاشو گذاشت زمین، یه میخی رفت تو پاش، از اون بر در آمد، جیغ کشید گفت خدایا تو کی جوانتو فرستادی که من تخمای هندوانه‌تو ندادم؟ این بلا رو به سر آوردی. حالا وقتی تو مشکلات قرار میگیره آقا، نذر و نیاز میکنه، میاد پیش مولانا عبدالغفور دعا کنه شما خدا یک بارانه بده، امسال سال مست بیاد، ببین دنیا رو مست میکنه یا نه، حوزه علمی رو سیر میکنم یا نه، سر قرارم سر تو تخرمنی اشت خدا حق خدا رو جدا میکنم. ولی وقتی که اشتها جمع میاد این لامصب، هر دونه تخم هندوانه یک تکه طلا به چشمش میاد، فکر میکنه اگر این از قلبش تکه جگرش از قلبش جدا شده. ای بی انصاف، اون خدا بگیره. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بکم بریح طیبه فرحوا بها،
وقتی که کشتی قلب انسان و کشتی زندگی انسان توی دریای پرتلاطم راحت داره میره، خوشحاله. حتی اذا جاءهم الموج من كل ما تحيط بهم دعوا الله مخلصین. وقتی کشتی به تلاطم بیفته، کشتی زندگیش بخواد تو غرقاب هلاکت نابود بشه، وقتی بخواد چکاش برگشت بخوره، وقتی بخواد زندگیش نابود بشه، وقتی بخواد تو زندان بیفته. من رفتم تو زندان، ماشاءالله این زندانی‌ها یک تسبیحایی داشتن 2000 دانه. ازم صبح که می نشستم گفتم بایزید بستامی هم باید جلوش ما بیاد پا بزنه بگه ای والله. ولی از زندان که بیرون میشه، هم در زندان که میرسه برمیگرده نمرود زمان میشه. نفسه که ما کمتر از فرعون نیست، لیک او را اون و ما را اون نیست. این عبادت به درد نمیخوره. بالاخره پلیس های نامرئی الهی خدای متعال آورده در همه جا. وقتی بخواد دست به گناه بزنه بلا فاصله تابلوی ایست و در نمیاره. تابلوی آیه اول و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. مواظب باش جلو نرو، جهنم آتش مار افعی تو رو میبله، زندگی تو مختل میکنه، تو رو بدبخت و بیچاره و زمین گیر میکنه و تو رو از یاد خدا غافل میکنه. وقتی میخواد جاده اتوبانه تابلو نشون میده که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. برو در اتوبان دین، در اتوبان قرآن برو، روی 180 برو، اشکال نداره، این پلیس جریمت نمیکنه. در اتوبان ایمان سرعت ماشین رو ببر بالا، ولی در سر چهارراه ها بیا پایین. ولی امروز ما چهارراه ها رو بی گدار و بی چراغ قرمز و بی نمیدونم ترمز رد میکنیم، تو اتوبان پامون میلنگه. میگم اگه سرعت زیاد بریم بنزین زیاد مصرف میکنه و بنزین سوختش بالاست. درسته؟ تو اتوبان دین بچه هایی که فکر دارن، فراست دارن، قدرت دارن، اینها رو میگیم نه این بره ملا بشه، فردا چی میخوای؟ ملای میشی، بهت میگم ملای چلبک خور. ولی وقتی که بچهش همین چند روز پیش آمده، بچه‌مو بذار حوزه علمیه تو دارالحفظ ما، بذار حافظ قرآن بشه، خیلی دوست دارم. گفتم چقدر سواد داره؟ گفت تا دوم راهنمایی خونده. گفتم دوم راهنمایی قبول شده؟ گفت قبول که نشده ولی خب همچین مردودی هم نشده. گفتم چقدر تجدید آورده؟ گفت 8 تا تجدید آورده. گفتم ماشاءالله. برای اینکه اونو داخله بدم لطف کن یک بنز 10 تن کرایه کن، برو تجدیداشو بار بزن بردار بیار. دیگه اینجا تو اتوبانه، تو اتوبان دین لنگ میزنه. این واقعیت های دینی است. حالا ما با حالت خنده و جوک میگیم دوستان احساس نکنن تو عزا آمدن، ولی واقعیته. پس پلیس های نامرئی خدا. و سومین بحث مون دیگه، بحث عدالت بحث مهمی بود. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق عمل کردن به اون چه گفته شد عنایت بفرماید. من باید برگردم برم سری. از همه دوستان پوزش میطلبم، همچنین از آقای رسولزاده، بالاخره زحمت کشیدن، واقعا این مجلس رو تدارک دیدن. ولی 5 تا قول دیشب در ممیزاب گرفتم سریع از جوونا اینجا بگیرم و من برم ان شاءالله اونجا. جوونا فقط بهتون بگم به خدا دنیا همه بیدار شده. من تا 3 ماه آینده به طور فشرده حتی یک شب خالی نیست. عروسی‌های اسلامی تا 3 ماه وقت ما رو پر کرده. 120 عروسی و این 122مین عروسی اسلامی است. تا همین 6 ماه من رفتم در 9 تا استان، در اردکان یزد 8 تا 9 تا عروسی در ماه آینده، 8 تا 9 تا عروسی ماشاءالله. واقعا در بندر ترکمن 2-3 هفته آینده، در استان گیلان، تالش، رشت، فکرتون نمیگه. در کرمان هیئت همراه با من بودن، اونجا رفتن. ما 3 تا عروسی اسلام اونجا برگزار کردیم. بندر عباس، بندر بوشهر، جزیره شیف، کجا بگم. جوانها بیدار شدن، ولی منطقه زورآباد خواب خرگوشی داره میره. همه جا جوانها داره برمیگردن، ولی جوانها ان شاءالله که اینطور نیست. جوانها اینجا روی بیداری است و باید بیدار بشن. نه تنها بیدار بشن، بلکه باید گل سرسبد همه گلها و پیش قراول و خط مقدم همه جبهه‌های دینی رو باید جوانان زورآبادی تشکیل بدن. خب قول اول